سلام دوستان، به امتحان خوش اومدید. امروز اومدیم با ویدیوی بررسی اسپیکری که ساختم. توی روبیکا گذاشتم نظرسنجی رو که بذارم یا نه و ریاکشن‌های خوبی گرفت و اومدم که ضبطش کنم. این اسپیکر بلوتوزیه که 2 تا بلندگو داره و یه دونه هم بیس. اینا دکمه هاشن، دکمه استوب، صدا کم کردن، صدا این صدا بیشتر کردن، این صدا کم کردن، این مثلا نکست، یعنی آهنگو میزنه. اینم حالت صدای هست که حالت صداش با میکروفون میشه صحبت کرد، یعنی به بردش با یه سوکت میشه میکروفونم. و حالا ما میخوایم اینا روشن کنیم. اینجا یه دکمه داره، اینو فشار میدیم. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. الان به گوشیم وصل. این چراغا با مینیساب کوچولو روشن خاموش میشه، یعنی با بیس آهنگ این چراغا رقص نور میده. و پشتش چی هست؟ پشتش یه دکمه داره که اینو بزنی این نور RGBش روشن میشه. این دکمه واسه قطعی کردن کل صدا هست، یعنی هیچ صدایی به بلندگوها نمیده. اینجا یه سیم هست که واسه باتریشه. من نتونستم از توش، اینجا یکم خیلی به هم ریخت که درست بشه. اینجا یه سوکتش میکرو یو اس بی، نمیدونم چی بودین، واسه شارژرشه. اینجا یه دونه درگاه میکرو اس دی داره. این چرا اومده کلم؟ ببینید اومده بود رو کلم. این تو پرواز کرد، اینو انداخت زمین. خب اینجا یه یو اس بی داره که میتونیم فلش بندازیم. اینجا هم یه آی او ایکس داره که میتونیم هدفون وصل کنیم، هندزفری وصل کنیم و از طریق اون آهنگ گوش بدیم. الان مثلا من این چراغش رو خاموش کنم. من الان بلوتوث خب وصل شد. خب من الان توی گوشیم یه آهنگی رو پخش کنم. تو اونجا میخونی. خب اینجوری دیگه نوراش روشن خاموش میشه. و اونی که گفته بودم وایسا مثلا الان صدا، خب اینو بزنم خاموش میشه. خب این یه مموریه که خب Music. همون، نه این یه آهنگ دیگه است. این میشه صداش رو کم و زیاد کرد. مثلا Line in. خب مموری در بیارم. توش سیه، الان توش سیه، توش موزه. خب اینو باز کنم من اینجوری یه جعبه مانند توش 2000 سیبه. حالا من اینو چسب کرده بودم با این بزرگوار، اینجا در اومد و من چسب تموم کردم، باید بخرم بچسبونم اینجا دوباره. و وایسا اینو من بیارم یکم پایین. سیمای باندها، یه مثبت باندها کل اسپیکر اومده، یه مثبت این و یه دونه مثبت هم از تو برد اومده. این بردش چیه؟ بردش از این آمپلیفایر بلوتوزی هست، دکمه داره. خب و
الان داره بنفشه کلا دیگه. این کل صداشه، صدای خیلی زیاد داره. صداش رو یکم کم کردم. الان بیس خیلی زیادی میره. میز داره بندری میزنه. اینم یکی دیگه. خب دوستان عزیز، امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.